ای جان من ای قربان تویم من تا دستگیر و دستیاری من تو هستی ای پسر مهربانو ای مهربانو خمبراری من تو هستی ای پسر دولتی من ثروتی من آبروی اعتبار هدیه‌ای پروردگاری من تو هستی ای پسر هدیه‌ای پروردگاری من تو هستی ای پسر آباد زنوری چهره زیبای تو خانه ام آباد زنوری چهره زیبای تو آفتابی شعله‌باری من تو هستی ای پسر آفتابی شعله‌باری من تو هستی ای پسر جان پسر
میوهی باغش تمنا میکند. باغبان از میوهی باغش تمنا میکند. میوهی باغ و بهاری من تو هستی ای پسر. میوهی باغ و بهاری من تو هستی ای پسر. جان پسر. نامی نیکت بین یاران سر بلندم کرده است. سر بلند و کامگاری من تو هستی ای پسر. در حیاتی آدمی فرزند بیماند نشان. در حیاتی آدمی فرزند بیماند نشان. یادگار و افتخاری من تو هستی ای پسر. یادگار و افتخاری من تو هستی ای پسر. جان پسر. وقتی پیری لذتی دیگر ندارد زندگی. بعد از این دار و مداری من تو هستی ای پسر. شیرت شکر دارد اگر گویم جمال. خامه شیرت شکر دارد اگر گویم جمال. در کلامی شهباری من تو هستی ای پسر. میوهی باغ و بهاری من تو هستی ای پسر. در کلامی شهباری من تو هستی ای پسر.
دنیایی که ما در آن زندگی میکنیم پر از ماجراست و هر زمان میتواند یک اتفاق غیر انتظاری رخ دهد، ولی در این همه گیرودار میباید که دنبال خوشبختی بود و خوشبختی جای دور نیست، همین اطراف ماست، میباید آن را لمس کرد، در آغوش گرفت. و دوستان عزیز آمدیم که یک خوشبختی دیگر برای شما هدیه کنیم در برنامه فضا با ترانه، با صحبت‌های جالب. و در برنامه امروزه چهره‌های شناخته کشور، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، یک نفر نویسنده شناخته که دارنده چندین جایزه‌های بین‌المللی هستند، عبدالرافع ربیع‌زاده با تخلص شعرک آریان و همچنین هنرپیشه مردمی تاجیکستان شمس‌الدین محی‌الدینوف حضور دارند که واقعا هم افتخار همصحبتی امروز در برنامه فضا برای من دست داد. خیلی افتخارمند هستم، خیلی خوشحال هستم که با شما هستم امروز در برنامه فضا و یک صحبت خاصه با شما امروز انجام میدیم. شما ترانه رو که شنیدید، خب چگونه بود؟ تا چه حد برای شما تاثیر کرد این ترانه؟ خیلی من لذت بردم از این ترانه. یک معجزه بود. اصلا تمام موسیقی دنیا از 7 صدا عبارت. بله. یعنی 7 صدا دو ره می فا بله 7 صدا عبارتن، ولی یکی بنوازد یک آواز یک صدا میشه. یک از دیگر یک موسیقی می نوازد، یک موسیقی می‌آفرد که گویا درونش هزارها بله آوازها به هم آمده باشن و معجزه‌سان به هم پیوند میخورن و وقتی که همین آوازها به هنر تبدیل می‌یابند. بله به هنر تبدیل می‌یابند. خاصه مثلا که ҳисор از قدیم مکتب خاصه موسیقی آوازخوانی خودش داشت. بخارا از دو قسمت عبارت بود، بخارای عظیم و بخارای شرقی بود. بله. بخارای شرقی عبارت بود از تاجیکستان امروزه و از قشقدریا و سرخدریا و پایتختش ҳисори همین روزه بود. یعنی از قدیم یک شهر اساسی ملت ما بود. ششمقام باشد موسیقی درباره یا کسبی این چیزا بیشتر در اون شهرهای عظیم سروده یا اجرا کرده می شدن که اونجا تماشابین و طلبگار و خواننده داشت و با البته وابسته بود به نبوغ، به استعداد این که از وقتی که نورعلی قریب 1 ساعت این وارو جور کردن، یک گویا صدای کنده کنده یک معجزه شد و همراه آواز استاد یک جای شده یک ما رو به یک لحظه چند لحظه ماشه به یک عالم معجزه برد. بله. استعداد چیست خودش؟ استعداد یا نبوغ یا نابغه یا من ایجادگر، اگر به قول بالزاک گیریم، آنور دی بالزاک نویسنده بزرگترین دنیا، او میگه که همین صاحب استعداد یا صاحب نبوغ این به همه آدمای روی دنیا ماننده شبیه است که به هیچ کس مانندی نداره. یعنی وی هم دو چشم دارد مثل دیگرها، دو گوش دارد، مثلا دو سوراخی بین دارد، دو گوش دارد که همه چه میشنود، یا دو دست یا از سرش یک تا زیاد نیست، لیکن او کار میکند که برای این هزارها صدها هزار مغز سر یک جایی کنه، شاید میشد شاید نمیشد. یعنی از اون جهت میشد که استعداد داره. یا اگر برای فهماندن درستش او چیزایی رو میبیند که کسی دیگر نمیبیند، او چیزایی میشنود کسی دیگر نمیشنود، او چیزایی میفهمد کسی دیگر نمیفهمد. او به زندگی آفریده‌اش مانند است، مانند نیست. مثلا گریم همین میزی که در پیش همه ما ایستاده، همین میز از چی است؟ از درخت. بله. و درختی که هر روز میبینیم، درختی که میتونن و چی کنن؟ آتش زنن، میتونن که آغیل سازن یک چیز دیگری، یکی از همون چوب کسی دیگر یک معجزه میفرد که هزارها سال هم مثلا مفتون میکنه. همون چوب هست، همون آدم است، نه که همون نتونست، اون که تونسته است و صاحب نبوغ است. او چیز میتوند که کسی دیگر هرگز کرده
نمیتونه. خیلی یک موضوع مهم رو امروز در برنامه برداشتید و اطراف اون صحبت جالبی هم داشتیم و یادآور میشم که استاد شمس‌الدین موحدینوف با تربیه همین گونه استعدادها مشغول هستند. یعنی من بیشتر برنامه‌های کنسرتی اون کس رو می‌بینم بیشتر کوشش میکنن که امکانیت بیشتر به شاگردانشون داده شود. خب هرچند که خودشان یک نفر استعدادی ناتکرار هستن، خیلی یک صدای گیرا دارن، ولی کوشش میکنن که همین استعدادهای جوان رشد کند. خب خوش آمدید به برنامه ما. بیاد اطراف همین صحبت میکنیم. خب وقتی که انسامبلی ششمقامی بخش فرهنگ شهر ҳисор تأسیس یافت، شما بیشتر تکیه کردید به شاگردان، به اون نفرانی که با تازگی به انسامبل شما پیوستند و کوشش کردید که آنها مثلا هنرشون رشد کند و در همین جاده موفق باشند. خب حالا چی حال دارن؟ با چی کارها مشغول هستن شاگردانشون؟ تشکر. حالا ششمقام ҳисор در اوج رشد کردن است. یعنی من بسیار شادم و خرسندم هیچ خیلی که شما گفتید انا حاضر نوبت به شاگردا، یعنی بیشتر شاگردا در کنسرت ها در چهاربینی ها میشوند، چون که اکنون نوبت به اینا. ما در وقت خود ما هم شاگرد بودیم. بله. و با استادا با ما امکانات های زیاد دادن و ما از این امکانات ها استفاده برده در تمام کنسرت های دولتی، در تمام کنسرت های حکومتی اشتراک کرده بودیم و از این من افتخار دارم. من طول 40 سال در انسامبل دولتی ششمقام فعالیت کردم و از این افتخار دارم که با بسیار استادای نامی من در اونجا روپرو بودم و از اینا علم آموختم و مثل برنا ایساق و مثل بای محمد نیازوف و مثل احمد باباقلوف و مثل استاد که در فیلارمون هم کار کردم، استاد ظفر ناظیموف، استاد جورابک مرادوف. از این استادای بزرگا در نزد اینا استاده از کار و بار اینها، از فعالیت اینها، از آواز و صدای و نفسگیری اینها با خبر بودم و من بسیار افتخار دارم که با اینها بودم. من بسیار اون آدم اون هنرمندی که استاد ندارد بسیار حالش خراب است. بله. و به استاد زندگی کردن هیچ در نظر من چندان خوب نیست. برای همین هم امروز شاگردای ما در انسامبلی ششمقامی فرهنگ ҳисор فعالیت داریم و یک مسئولیت زیادی بر دوش داریم. این ششمقام کار هر کس نیست. بله. حالا اینا با دونستان در کار، فهمیدن در کار و از عهده این برآمدن در کار، هم مطربش هم سراندش معما نیست. خواسته یافتن در کار اینا گلشین کردن در کار، یافتن در کار. برای همین بازم بسیار میخواستم که انسامبلی ششمقامی نزد فرهنگ ҳисор رشد کند، همین به کمال رسد و مثل انسامبل های مثال گیریم نوری خوجند و مثل انسامبل دولتی ششمقام و مثل دیگر انسامبل هایی که بسیار فعالیت خوب دارند به همون مرتبه رسند. گفته بسیار نیت دارم. خیلی که استاد اگر خطا نکنم اگر کتابی حاجی عبدالعزیز نوشته‌اند. صادرخان حاجی متاسفانه در آنها گپ نزدند. بسیار اگر خوب بشد که در بران دو دهان گپ زنن اگر بسیار خوبتر میشد و اگر که چی میگن بسیار با مورد است. ما یک پاره از همین ایجاداتی حاجی عبدالعزیز چپاندازی گلیار نام دارد. بسیار این استاد بسیار شعرهای بسیار آهنگای ایجاد کردن که وارد به ششمقام شدگی. شما یگون آهنگشون در یادتون هست؟ حاضر ما همینا وای میکنیم. حاضر دوستان مینوازند من میخونم. خب حاضر. خب یک پارک نوازید. حتما. یک پارک. بسیار جالب میشه. سرد گردم بناگه زنینم از خدر گردم یارم عجب موزون اومد گویی عجب زیبارم نایی عجب شوخی دلارم
عجب ماهی بقامت سری بوستانی برخشم ای شبیستانی برابلال شکر آیی برخشم ای لوال شکر هایی خسته نباشید. و واقعا هم هنرمندی واقعیان است که در همه لحظه در همه حالت آماده باشد برای سراییدن سرود. خب مثلا چنانکه که شما گفتید ما بداهتن بود این ترانه نه؟ و برنامه نبود. در برنامه هم نبود و شما نیز آماده هم نبودید که این ترانه رو پیشنهاد کنید و مثلا آفرین میگویم به مطربان. بله و آفرین میگویم به مطربان که در همین لحظه هم آماده بودن و خیلی واقعا هم خسته نباشید. از شاگردانتون حرف زنید. امروز با چی دستاویز اومدن امروز به برنامه ما؟ شاگردان امروز خیلی که گفتیم در پیش انا دلنازا جان سلطانова هستند. اگر از اون کش خواهش میکنیم که یک سرودی بسیار تر و تازه برای تماشابینان تلویزیونی سفینه پیشکش کردنیان مرحمت من آواز ما گوش میکنیم. شب تیره را فروزم
احسن تشکر زیاد. مرحمت بفرمایید. این ساز سروده از حاج عبدالعزیز بزرگ بود. اما حاج عبدالعزیز که او هم زاده کوهستان است. پدرش همین کوهستان رفتگی بود. و دنبوره هم با خودش برد که اون تپشی و دویشی بساله و بزها و توچه ها و یعنی در حرکت اون حرکتویت بر همون درون ششمقام وارد کرد. درون ششمقام پر از ترانه و پر از خیلی چیزای امین خیلی چیزا بود. حاج عبدالعزیز حتی با نام عبدالعزیز کوهستانی شعر ها داشتن که در خود کتاب ششمقام کدام باغ بله تو سربرگ کدام باغ و همین خیلی 4-5 سرودشون متن از خود حاج عبدالعزیز بود. در همونجا کوهستانی بودنشون این کار نمیکردن. حتی پیش از مرگشون وصیت کردن که شما برای تاجیک فرزندا برای تاجیکستان برای تاجیکا خدمت کنید. انسامبلی ششمقامی بخش فرهنگی شهر حصار با تشبث پیشوای ملت هنگامی که همون قصر فرهنگی شهر حصار بنیاد شد تأسیس یافت و اولین رهبرش هم شمس‌الدین محی‌الدینوف بودن. همون سالها مثلا خیلی سالهای بود که باید هنرمندان را جمع می‌کردن و یادم هست که بیشتر جوانان در اونجا جلب شده بودن. من این برادرای من استاد نورعلی دادربیکوف، برادر من بختیار مردانوف، عبدالرشید، انا فخرالدین جان، خسرو جان، ما حاضر همین کاری انسامبلی ششمقام برسادیم. اما یک چیز برای من عجیب بود استاد، امروز شما سرودهای ششمقام نآوردید در برنامه. بله بله. چرا این گونه تجربه کردید که سرودهای مردمی، سرودهای استرادی اینجا مثلا اینجا سرودهای استرادی نبود. ما آنچه که خودمان راست دیگه که من از تلویزیون سفینه بسیار تشکر میکنم که ما دعوت کردن. ما با همین جا دستی خالی نامدیم. برادر ما نورعلی دادربیکوف یک آهنگ آلیز جناب بخشیدن به خانم دلنازه بانو. مالی نورعلی دادربیکوف در آهنگ برکت مالی دادربیکوف. این آهنگی که من خوندم آهنگی خودم نوازید. سیم آهنگی نوی که میخونند خسرو میخوند. انا بعد چی مظفر جان میخونند. ما چیزی نو آوردیم که اکنون با پیش مردم پیشکش کنیم از چیزی نو باشد. ما چقدر که ما یک پارگ از استاد عبدالعزیز حاجی عبدالعزیز خواندیم. ما از عهده این خدا خواد این شاگردای ما میبرن همشون بغیر از اونی که این سرودای مردمی میخونن باز ششمقام خوانده با دلنازه کم صحبت کنم. شما ختم کرده کجا هستید؟ ختم کرده دانشگاه دولتی فرهنگ صنعتی تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده. کدام سال ختم کردید؟ امسال ختم کردید و به تازگی به کار شروع کردید. مقام از عهده خواندن مقام هم میبره. میشود که بهر بیننده ما اون ترانه‌ای که به دل شما نزدیک است در جهت مقام پیشنهاد کنید. خب چون اینجا ما از انسامبل ششمقام یاد بردیم و دلنازه خان نیز کارمندی همین انسامبل هستن همین طور. خب میخوایم که این یک امتحان هم شود چون اینجا برنامه فضا است و همگی زنده میسرایند و آن چیزی که سراییده می شود از چشم بیننده دور نمیماند. هر اشتباهی که می شود بیننده این رو الکی احساس و اشتباه هم نبود. خیلی عالی بود ترانه‌ای که مثلا پیشتر در سراییدن. در اختیار شما نوازنده ها یگان ترانه رو پیشنهاد کنید. بادی صبا را به گلیستان گذری هست تا بادی صبا را به گلیستان گذری هست مرغانی چمن را برهی گل نسری مرغانی چمن را برهی گل نسری هست ناامید نباید شدن است گردشی ایام هر شام که آید زی پی
ایجادگر همه چیز ساخته میتونه، همه چیز کرده میتونه. گفتم اون با دیگران مانند نیست. خیلی برای چی مانند نیست؟ مثلا همین موسیقی که شنیدم، همین خیلی موسیقی در خود طبیعت وجود نداره. هر موسیقی که هست اینا با همون 7 صدایی که هست آمیخته کردن میکنن که از موسیقی زنده بسیار جواب معجزه ناکتر و سحرانگیزتر میشه. و ایجادگر چی است؟ ایجادگر همین است که مثلا همین با یک سنگ می‌نگره، نگاه میکند که همین سنگ کجا زیادتی است. ایجادگر بزرگ فقط چیز زیادتیش میگیرد، هکل با وجود میاد. بله، تشکر استاد. خسته من میدونم کجا زیادتی است. مثل همینم مثلا اون که موسیقی یا آوازخوان هستن بهترین چیزای جدا کرده میگیرن، چوی نو در کارش ماند او چیزای دردانه میشه. دردانه که وقتی که شد البته اون دردانه خاطر و دلی تماشابینم زیبا میکنند، پر جواهر بوی میکنند. و استاد نیز دلنوزه خان رو خیلی خوب انتخاب کردن. واقعا هم در انتخاب اشتباه نکرده. یک هنرمندی حرفه‌ای خوب. بله، واقعا هم باور داریم که در آینده برای ملت تاجیک، برای مثلا دوستداران هنر باز هم آفریده های زیادی رو پیشنهاد میکنند با این صداشان. خسته نباشید. و باز چه ارمغان آوردید امروز به برنامه؟ امروز راستی گپ که ارغمان های ما در نظرم خیلی، در نظر شما کم باشن، در نظر من خیلی زیاد است. کم نبودن واقعا. حاضر از مظفر جان خواهش میکنیم یک سرودی خیلی آن جذاب، آهنگ از کمینه، یک سلام به کشورم. مظفر جان خط کننده کنسرواتوری ملی، چی میگن در آزمونی اندلیب نورال جان جای اول گرفتن. آفرین. جای اول 10 خال گرفتن. چخیلی که خودم 10 خال گرفته بودم در زمان خودم، این کس هم 10 خال گرفتن. کار شما رو تکرار کردن این کس. انا بسیار خوب، بسیار عالی جناب. اکنون خدار تعریف نمی‌کنم. و نوازنده خوب هم هستن. ما قبلا به برنامه تنبور می‌نوازند. آمدم بحر سلامی کشورم، آمدم بینم جمال دلبرم، آمدم بحر سلامی کشورم، آمدم بینم جمال دلبرم، آمدم تا بو صبر رویت زنم، همچو گل برگی تره باید زنم، همچو گل برگی تره باید زنم. آمدم تبریکی دهقانت کنم، سیر و گشتن در خیابانت کنم، آمدم گویم که فرزندت منم، زنده با بوی تو دل بندت منم، زنده با بوی تو دل بندت منم. هر کجا با هر زبان گوین حسار، می نمای ما ببر
هر کجا با هر زبان گوین حصار می نمای ما ببز باش افتخار رفته رفته باز با می شوی رفته رفته باز با می شوی گلشنی مشهوری دنیا می شوی گلشنی مشهوری دنیا می شوی گلشنی مشهوری دنیا می شوی واقعا هم امروز با حضور شما یک برنامه جالب پیشنهادی بیننده گشت. ما بیشتر اطراف ایجاد، استعداد و صنعت حرف زدیم که رسالت برنامه ما نیز همین است که استعدادهای نو کشف شوند، ترانه‌های جالب پیشنهاد شوند و از همه مهمتر برنامه به طور زنده پیشنهاد شود که اینجا مثلا یک امتحان خاصه است. مثلا بعضا هنرمندان حرفه‌ای، بعضا هنرمندان مشهور از آن میترسند که اومده اینجا مثلا زنده بسرایند و واقعا هم بیشتر جوانانی هستند که غیرت دارند، استعداد دارند و میتوانند که به برنامه ما اومده بدون هیچ ترس همون هنر واقعی خود را پیشنهادی بیننده کنند که این هم باعث احسنت است، باعث آفرین است که ما همین گونه جوانان با استعداد زیاد داریم که اوکی در جاده صنعت قدم‌های نخستین خود را نهاده ایستادند. این جرأت اگر نمیشد اگر اینو نمی‌بودن چخیلی گفتید این جرأت زیاد داره. چهره ایجادکار همین محصول هنرش است. بله. چهره اصلی ما یک شوی خوخند خوابش نمیبرد و صبحیدم یک آواز میشنود که اون وقت همه دنیا خوب است. ولی پیش از صبحیدم گم میکرد این آواز یکم پری است و چنون زیباست که میگوید آواز زیبا پری است. از این باعث او میفرماید همه بیدار میکنه، همه حیران میشن که چرا شاه بانگی استراف زد، همه با پا خیزن میگوید یا بیا بین اگر او آسمانی نباشد باید یا بین. بعد اخیر میرن که بیخ یک عربچه عربه اسبی یک از سرود خونده ایستاده است. دعوت میداره که سرود خوندگی من. بعد شاه میگوید که سرود خونه خودش دیگر خانه میگذارد، میگوید همین است. بعد میگوید آخه این تو اندام خاطی چه سرود زیبا. بعد او شاه میگوید که چهره ایجادکار هم محصول مهنتش. بله. یعنی ما اگر مثلا هیکل تراش باشیم محصول چهره اصلی ما هیکل ما است. اگر ادیب باشیم چهره اصلی ما کتاب‌های ما است. بله. اگر آوازخوان باشیم هم آوازمون چهره اساسی ایجادی ما. بله. ما ایجادکار دو چهره داریم که چهره اصلی خودمون دیگه چهره ایجادی. همینجا ما با انتهای برنامه امروزه فضا رسیدیم. یک صحبت خوش داشتیم با شما، ترانه‌های دلنشین در برنامه امروزه فضا پیشنهاد شد. در آخر چه ترانه پیشنهاد میشه؟ در آخر گفتنی هم که یک ترانه زیبایی که همین استادا بسیار مخول شد، راست گپ و استاد با بهای خوبم دادن و از اکنون تماشابینان بهاش انتظار میشیم. خسرو جان یک همین ترانه بس همین تماشابینانی تلویزیونی سفینه پیشکش میکنن و امید داریم که با آنها هم قبول میشه. تشکر زیاد. دوستان ارجمند، همینجا به انتهای برنامه فضا در رسیده و در آخر برنامه خسرو شمس‌الدین یک ترانه دلنشین را پیشنهاد شما میکند. تا دیدارهای دیگر شاد باشید. ای مطربی آهو نظری دوری یگانه بردار غنای و بزن چنگو چغانه ای مطربی آهو نظری دوری
چغانم. امروزم بهار است تو درم، بلبل و باغ است. حاجت به رباب آمده و شعر و ترانه. امروزم بهار است تو درم، بلبل و باغ است. حاجت به غنا آمده و شعر و ترانه. ای مطربی آه نظری دوری یگانه، بردار غنای و بزن چنگ و چغانه. برچنگ بیزن چنگ کیدن پرده اوشا، بر بادم چو یاده رود از صاحبی خانه. برچنگ بیزن چنگ کیدن پرده اوشا، بر بادم یاده رود از صاحبی خانه. ای مطربی آهو نظری دوری یگانه، بردار غنای و بزن چنگ و چغانه. در اوج سمایی تو من است مستی دیدم، اینش چو دریا کنم است دیده روانم. آتش به خیالی غمم بیزنش، تا بندم نیابد زی غمش نام و نشانم. ای مطربی آهو نظری دوری یگانه، بردار ربابه و بیزن چنگ و چغانه. امروزم بهار است تو درم، بلبل و باغ است. حاجت به غنا آمده و شعر و ترانه. امروزم بهار است تو درم، بلبل و باغ است. حاجت به رباب آمده و چنگ و چغانه. ای مطربی آهو نظری تو
نوری یگانا بردا خینای و بیزن چنگ و چغانا حاجت با رو بابا مدم و شیر و ترانه